کامرانشاه اوستاپریان پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری تاشکند اید به جودو که در پایتخت ازبکستان شام 8 اکتبر به پایان رسید مدال طلا به دست آورد. کامرانشاه در وزن زیر 90 کیلو که همگی 12 گشتگیر اشتراک داشت بر رقابت‌ها از دور دوم شروع کرد. او بعد پیروزی بر داستان میلیوف از ازبکستان به نیم فینال راه یافت. وی در دور نیمه نهایی یحیی اماموی ازبکستانی را شکست داده به فینال برآمد. کامرانشاه در قوه آزمایی نهایی بر گشتگیر دیگر ازبکستانی دلشاد چاریوف غالب آمد و با مدال طلا اینچنین جایزه مالی به مبلغ $3000 سرفراز گشت. به چاریوف برای جای دوم مدال نقره و $2000 سپرده شد. پهلوان دیگر تاجیک سید جلال سیدوف هم روز 8 اکتبر بر اساس قرعه کشی از دور دوم به رقابت پرداخت. وی در وزن زیر 100 کیلو پس از پیروزی بر دورانبک ستاروف ازبکستانی به نیم فینال برآمد، ولی گشتگیر تاجیک در دور نیمه نهایی از رمضان درویش از مصر شکست خورد. سپس سیدوف برای مدال برنجی با شیرعلی جورایف ازبکستانی تلاش کرده ناکام گردید و در نتیجه مقام پنجم را صاحب شد. در این مسابقه بین المللی به هیئت منتخب تاجیکستان در مجموع 8 ورزشکار شامل بود. بجز از کامرانشاه اوستاپریان 7 گشتگیر دیگر تاجیک به مدال ماندند.